وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 24 ایون با نشر یک بیانیه خبر داد که روز 23 ایون 53 نظامی افغانستان و سلاحبردستان دسته‌های خوددفاع از حدود ولسوالی شورتپه با سلاح‌های خود به قلمرو ازبکستان گذشتند، ولی بعد انجام تدبیرهای لازمی شناسایی و عملهای تفتیشاتی این شهروندان افغانستان به وطنشان برگردانیده شدند. گفته می شود در اظهارات اکثر اهالی ولسوالی شورتپه را ازبک‌های افغانستان تشکیل میدهند، ولی وزارت کارهای خارجه ازبکستان اظهار داشت که همه گونه کوشش‌های غیر قانونی گذشتن به قلمرو ازبکستان با صورت شدید پیشگیری کرده شده نسبت به سرشکنان چاره‌های شدیدترین اندیشیده می شود. جانب ازبکستان قاطعانه پایبندیش به مناسبت‌های دوستی و همسایگی با افغانستان، حفظ بی‌طرفی و دخالت نکردن به امور داخلی این کشور همسایه را تاکید می‌کند. وزارت کارهای خارجه گفت تاشکند با توجه تغییرات در وضع سیاسی و حرب در افغانستان به خصوص در مناطق هممرز با ازبکستان در شمال آن کشور را نظارت دارد و از افزایش خشونت در کشور همسایه مایه نگرانی‌های عمیق شده است. تشدید وضعیت در شرایط موج نو پاندمی کرونا ویروس زندگی مردم افغان را باز هم مشکل‌تر می‌کند. تاشکند از همه طرف‌های ضد دخل نزاع در افغانستان خواسته است که از خشونت دست بکشند و به قربان شدن مردم بیگناه ملکی راه ندهند. ازبکستان از 22 ایون همه گذرگاه‌ها در مرز با افغانستان را بسته دادن ویزا به شهروندان آن کشور را قطع کرد، ولی گفت این محدودیت‌ها به سبب بد شدن وضع اپیدمیولوژی در افغانستان جاری کرده می شود. یادآور می شویم قبلا قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر دادند که روز 22 ایون در پی به دست جنگیان طالب افتادن شیرخان بندر، گذرگاه بزرگترین در مرز تاجیکستان و افغانستان، 134 تن از نظامی‌های افغان با سلاح‌های خود به قلمرو تاجیکستان فرار کردند. نشریه فرش روز 24 ایون از قول یک منبع خود خبر داد که سربازان افغانی که به خاک تاجیکستان عقب نشینی کرده را امروز به حکومت افغانستان سپاریدند. همچنین معاون سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه جیهون احیایف محمدی به روزنامه‌نگاران گفته است وضع سلامتی دو سرباز افغان که اینجا تحت نظارت دکتران بودند خوب شده است و صبح 24 ایون این دو سرباز را به کارمندان حفظ حقوق سپاریدند. جنگجویان طالبان در چند روز آخر بیش از 60 ناحیه را در مناطق گوناگون افغانستان از جمله ده‌ها ناحیه‌ها را در مرز با کشورهای آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشغال کردند. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان می‌تواند بعد خروج تکیه‌گاه اساسیش نیروهای ائتلاف بین المللی سقوط کند. قرار است که نیروهای امریکا مهره اساسی این ائتلاف الکی تا ماه سپتامبر سال جاری ترک افغانستان کند.